از خدا بترسید در حق زنها جبر نکنید برادرای عزیز. و از پدرها هم شخصیت‌هایی که اکوهایی که دادرات که لطفاً خوب اشتیار باشه خبرگیری کنید با آقا بپرسته که اینا را جبرشون نکنه دادراتون. یک بار خواهرش فکر که اگر خواهر به یک انسان هم خیل کنه چند قدر زورت میاد چند قدر سختت میرسه. دختری خود فکر کن کما تدین و تدان. جناب پیغمبر گفتن چی رنگ قرض دادی هم خیلی قرض میگیری. هر چیزی در حق دختری مردم کردی هم رو در خودت میبینی. روز میشه که دختر تا چنین ظلم میکنن، روز میشه که دختر تا چنین جبر میکنن. زن وای رفیق حیاتی تای، وای مادری فرزندای تای، وای آباد کنندهی خانه تای. خانه میره طعام تیاره، لباسات میشوه، جاکتک گرم میکنه همه وقت کنار تای. پدر و مادر همه شفر